گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. این یک ضرب المثل معروف ایرانیه که هممون بارها شنیدیم و واقعا این جمله رو قبول داریم. اما بزرگان جهان میگن این جمله گاهی اوقات هم درست نیست و اگر ما در برخی مواقع بیش از حد صبر کنیم غوره ها خراب میشن و هیچ حلوایی نمیتونیم درست کنیم و اغلب اوقات متاسفانه ما به بهانه صبر الکی معطل میکنیم. اونا تاکید دارن که صبر در 6 موقعیت زندگی ما رو نابود میکنه، اما هیچ وقت هیچ کسی در هیچ جایی به ما نگفته که صبر کردن ممکنه گاهی به ضرر ما باشه. پس بیایید امروز یک بار برای همیشه این راز بزرگ رو از بهترین نابغه های جهان یاد بگیریم. به یک ویدیوی دیگه از کانال اندرسگو خوش اومدید. شماره 1: صبر برای رسیدن به خوشبختی. لئو تولستوی میگه لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل از آن که لحظه ها همان خوشبختی بودند و زندگی ما در این جمله خلاصه شد: فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی. در کل خوشبختی یک حالت ذهنیه. ما نمیتونیم اون رو به دست بیاریم، بلکه باید اون رو ایجاد کنیم. ما باید بر روی چیزهایی که داریم تمرکز کنیم، نه بر روی چیزهایی که نداریم. و زندگی خوب داشتن یک انتخابه. ما میتونیم تصمیم بگیریم که خوشبخت باشیم یا تصمیم بگیریم که افسرده و ناراضی باشیم. به قول اوشو بدان و آگاه باش که انسان خود کتاب زندگیش را می نویسد. هیچ چیز بر پیشانی تو ننوشتند. پیشانی تو لوحی سپید است. خواه بدبختی رسم کن و خواه خوشبختی. خیلی منتظرن اول به یک چیز برسن و بعد خوشبخت باشن، مثلا پول، موفقیت، آرامش و هزاران خواسته دیگه. اما به این دسته از افراد باید گفت پول تنها یک عدد است و اعداد هرگز پایانی ندارند. اگر به دنبال پول زیادی برای خوشحال شدن هستید، جستجویتان برای خوشبختی هرگز پایانی نخواهد داشت، زیرا خوشبختی هرگز به سراغ کسانی که برای داشته‌هایشان شکرگزار نیستند نخواهد آمد. و از طرفی هم هرگز اجازه ندید رفتار مردم تعیین کننده میزان خوشبختی و آرامش درون شما باشه. این مهمترین راز زندگیه. شماره 2: صبر در هنگام تلاش برای انجام کاری که آینده شما را میسازد. اگر فکر میکنید میتوانید کاری را انجام دهید یا اینکه فکر میکنید نمیتوانید کاری را انجام دهید، حق با شماست. این جمله از هنری فورد هر علتی که مانع از شروع کار میشه رو بهونه میدونه، مخصوصا اگر اون دلیل استعداد و تجربه باشه. و میگه اگر رقیب شما باهوشتر، با استعدادتر و با تجربه تر است، فقط باید 3 یا 4 برابر سخت کوشتر باشید تا بتوانید از او هم بهتر شوید. پس اگر قرار کاری رو شروع کنید، حتما شروع کنید. تفاوت اصلی آدم‌های معمولی با ثروتمندان اینه که ثروتمندان هر تصمیمی که میگیرند رو عملی میکنند، اما آدم‌های معمولی فقط به دنبال بهانه‌ها هستند. در ادامه فورد میگه یادتون باشه هیچ انسان زنده‌ای وجود ندارد که نتواند بیشتر از آن چیزی که فکر میکند توانایی دارد کاری را انجام دهد. پس خودتان را محدود به افکار نکنید. تلاش برای رسیدن به هدفی که همیشه آرزوشو داشتیم یکی از بهترین حساییه که هر فردی توی زندگیش تجربه میکنه. پس در انجام این کار عجله کنید، چون که آینده بستگی به این داره که امروز چه میکنید. شماره 3: صبر برای وصیت‌نامه نوشتن و به مرگ فکر کردن. گاهی اوقات تفکر بابت چیزهایی که ممکنه یک روز برای همیشه از دستشون بدیم باعث میشه قدر اونها رو بیشتر بدونیم و تفکر درباره مرگ هم همینطوره. این کار ما رو به قدردانی از زندگی وادار میکنه. تولستوی معتقد بود که ما باید گاهی اوقات به مرگ فکر کنیم تا از زندگی خود نهایت استفاده رو ببریم. گاهی اوقات نیازه که خودتون رو به چالش بکشید و خودتون رو بذارید جای فردی که دیگه زمانی براش نمونده و وقت رفتنشه. اون حاضر تمام داراییشو بده تا بتونه کمی بیشتر زندگی کنه، اما این اجازه رو بهش نمیدن. پس همین حالا حتی اگر هیچی نداشته باشید خیلی خوشبخت‌تر از کسانی هستید که امروز برای همیشه زندگی رو ترک میکنند و از این بابت شکرگزار باشید.
و تولستوی در ادامه اشاره عجیب میکنه به وصیت‌نامه نوشتن که توجه خیلیا به این حرفش جلب میشه. اون میگه وصیت‌نامه بنویسید، زیرا زمانی که بخواهید وصیت‌نامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که از دارایی‌هایتان سهمی ندارد خودتان هستید. پس از زندگیتان تا میتوانید لذت ببرید. دوستان، من یه نکته بگم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. اگر تا اینجای ویدیو مفید بود لطفاً لایک کنید تا با حمایتاتون به ما انرژی بدید. و خیلیاتون توی کامنت ویدیویی از تکنیک‌های روانشناسی خواسته بودید. براتون ساختیم و داخل کانال هست و یکی از متفاوت ترین ویدیوهای ما شده. میتونید تماشا کنید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 4. تمایل نداشتن به تغییر افکار. آلبرت اینشتین یه جمله معروفی داره که میگه ما نمیتوانیم مشکلاتمان را با همان تفکری حل کنیم که با آن مشکلات را به وجود آورده ایم. پس برای بهبود زندگی ما باید تغییر کنیم و صبر کردن در این مسیر زندگی ما رو ثابت نگه میداره و اجازه رشد و پیشرفت رو به ما نمیده. بودا هم در این باره میگه شما یک برنده به دنیا نیامدید، شما یک بازنده هم به دنیا نیامدید، بلکه به عنوان یک انتخابگر به دنیا آمدید و این افکار شما هستند که انتخاب میکنند چه باشید. پس فراموش نکنید هیچ چیز نمیتواند به اندازه افکار مسمومتان به شما آسیب برساند. افکار خودتون رو تغییر بدید و سعی کنید در همه حالات خوشبین باشید و نیمه پر لیوان رو ببینید. دیدن نیمه خالی لیوان رو همه بلدند. شماره 5. صبر برای کمک به دیگران. بودا میگه هزاران شمع را میتوان به وسیله یک شمع روشن کرد و این سبب نمیشود که عمر شمع کوتاه شود. پس خوشبختی با به اشتراک گذاشتن هرگز کاهش نمی‌یابد. در کل یکی از بزرگترین هدفهای زندگی ما آدما کمک به دیگرانه و بودا در ادامه میگه هرگز سوال نکن که دیگران برایت چه کار کردن، بلکه سوال کن که تو برای دیگران چه کرده ای؟ و جواب این سوال مشخص میکند که آیا تو لایق این هستی که دیگران بهت کمک کنند یا نه. و یه جمله قشنگی هستش که میگه برای به دست آوردن آنچه دوست دارید کافی است به دیگران کمک کنید آنچه دوست دارند را به دست آورند، زیرا ما با کمک به دیگران بلند میشویم. و فراموش نکنید هیچ عملی از روی مهربانی هرچند کوچک هرگز هدر نمی رود. شماره 6. صبر برای رسیدن زمان مناسب. جورج برنارد شاو میگه اگر میخواهید زندگی موفقی داشته باشید باید از منتظر ماندن برای رسیدن زمان مناسب دست بردارید. زمان مناسب هرگز نمی آید. پس اینو بدونید که هر صبح ما دوباره متولد میشیم و آنچه که امروز انجام میدیم مهمترین چیزه. ون گوگ نقاش هلندی میگه اگر میخواهید به آرامش برسید با زمان بجنگید. این سخن به این معنای که زمان دشمن آرامشه. هرچه بیشتر صبر کنیم آرامش ما هم بیشتر از بین میره. باید یاد بگیریم که از زمان به نفع خودمون استفاده کنیم و کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو هرچه زودتر انجام بدیم. و در پایان فراموش نکنید که مهمترین دارایی ما زمانه و هر روزی که از دست میدیم یک روز کمتری رو در اختیار داریم. پس مراقب باشیم که روزهامون رو هدر ندیم. خب رفقا، این ویدیو هم به پایان رسید و ممنونم که تا پایان گوشهاتون رو سپردید به سخنان نایاب بزرگان جهان. و الان روی این صفحه ویدیوی تکنیک های عجیب روانشناسی فروید رو براتون میذارم که کمی قبلتر راجع بهش صحبت کرده بودم. این تکنیک ها برای رسیدن به حس آرامشه. حتما تماشا کنید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.